أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران عزیز و گرامی، دوستان و بینندگانی که امروز در اینجا بنده را تماشا میکنید، همه شما را به این روزهای مبارک بازم خیر مقدم میگویم. از خداوند متعال دعا و طلب آن را داریم که همه این روزی که ما و شما در ماه مبارک رمضان سپری کردیم، اون طاعت و عبادات و کارهای خیری که انجام داده ایم و انجام داده اید، خداوند به درگاهش قبول گردانده باشد و در نامه اعمال ما و شما روز قیامت ضم بگرداند. خب برادران، البته طوری که در مردم ما و شما عادت است، امشب شب لیلة القدر هست. البته روز معینش جز الله سبحانه و تعالی کسی نمیدوند. بیشترین روایات قید میکنند که در همین دهه اخیر است، اما به هر حال در مردم ما و شما عادت شدگی است خوب مردم این شبها را زنده بدارند، با دعا و زاری و طلب بگذرانند تا که محروم از این شبها نباشند. برادران گرامی، صحبتی که بنده میخواهم امروز آید آن صحبت کنم، یکی از مسئله های خیلی مهم یا که یکی از پدیده های هست که متاسفانه امروز در کشور ما و شما تاجیکستان هم رو به زیاده شوی است. البته در دیگر کشورها هم این چیز وجود دارد، اما در کشور ما و شما، در کشور تاجیکستان، البته چیزی نو است، تقریبا سالهای اخیر به وجود آمده است و متاسفانه روز به روز زیاد می شود و این هم باشد خودکشی. امروز بنده می خواهم آیدی خودکشی از نگاه اسلام و اون پدیده نامطلوبه که امروز در تاجیکستان روز به روز افزایش می یابد و هر روز خبری می خونیم که فلان زن، فلان مرد یا یک زن با کودک با دیگر خودکشی کردند و خود را یا به دایره پرتافتند یا آتش زدند یا از بالای بام بلند به زمین پرتافتند. متاسفانه روز نیست که از این حادثه ها ما و شما آگاه نشیم و اشک چشم نریزانیم. پس بیاییم برادران، در این چند دقیقه کوتاهی که داریم برای شما آمار خودکشی را نه در جهان که البته خیلی بحثی طولانی دارد، فقط در کشورمون تاجیکستان چند سال اخیر را مورد نظر خودمون قرار میدهیم. اینم با اون شمارشی هست که از طرف مقامات به رسانه ها دادند. البته با اون چیزی که وجود دارد، آن چیزی که نامعلوم است و دسترسی رسانه ها نشده است، خدا میدوند و خودش. ببینید، سال 2012 در 4 ماه اول 70 نفر در کشور خودکشی کردند. سال 2013 باشد، تنها تا ماه اوگوست، یعنی در مدت 8 ماه 163 زن به خودکشی دست دادند. نابالغ، مرد، این تعداد عمومی نیست. فقط در 8 ماه سال 2013 164 زن دست به خودکشی زدند. همین تعداد در سال 2014 باشد چندین مراتب افزایش یافته. تعداد کسانی که به خودکشی دست زدند 550 نفر را در نظر میگیرد.
در سال 2015 باشد، این تعداد به 624 نفر میرسد. خب بعضی خبرهایی که ما پیدا کردیم که شمارش در سال 2016 قید میکنن که تقریبا 168 زن و 159 مرد و 55 نابالغ دست به خودکشی زدند که تقریبا 327 اون آماری هست که در یکی از روزنامه ها نشر شده است. در سال 2017 باشد، فقط سال 2017 آماری بیشتر رو من ندارم، فقط آماری نابالغانی که به خودکشی دست زده اند 80 نابالغ را در بر میگیرد. یعنی یک تعدادی که واقعا خیلی دهشت‌آور است. در یک کشوری خردی تاجیکستان که اهالیش بیش از 9 میلیون نفر نیست، تقریبا در مدت 1 سال وقتی که 80 نابالغ او دست به خودکشی بزند، البته جایی چی است؟ تأسف است و جایی دهشت است. خب پس بیان ببینیم که سبب‌های به دست زدن نابالغان یا خواهرها و مادرها و زنهای یا حتی مردها به این خودکشی چیست؟ چند روز پیش ما دیدیم که یک سابق از کارمندهای داخله به نام رستم خودکشی کرد و خود را از بالای آشیانه، از بالای 12 آشیانه به زمین پرتافت. خب چی سبب است که امروز میبینیم یک مرد که سابق در ساختارهای حکومتی یا داخله کار میکرد امروز به خودکشی دست میزند؟ معلم را میبینیم به خودکشی دست میزند، نابالغی که بیچاره نو رو به زندگی قدم میزند به خودکشی دست میزند، تاجر را میبینیم به خودکشی دست میزند، سابق بعضی مسئولین را میبینیم به خودکشی دست میزند. سبب چیست؟ چرا روز به روز تعداد و آمار خودکشی ها در کشور ما و شما زیاد می شود؟ خب یکی از سبب های خودکشی، و البته وقتی که ما در جا خودکشی میگیم این فقط در تاجیکستان نیست، در تمام کشورهای دنیا تقریبا هست. امریکا که خیلی کشورهای پیشرفته است و پیشرفته ترین کشور است، فکر کنید که در 1 سال تقریبا 16,000 نفر در امریکا دست به خودکشی میزنند. خب البته اهالی اونها بیش از 200 میلیون نفر است که 16,000 رو در بر میگیرد، اما به اهالی تاجیکستان که تقریبا 9 میلیون نفر رو تشکیل میدهد و در 1 سال 500 نفر یا 600 نفر یا 80 نابالغ دست به خودکشی میزنند، این خیلی یک چی است؟ جای تأسف و جای دهشت است. خب سبب هایی که وابسته می شود که مردم یا نابالغا دست به خودکشی بزنند اینها هم: یکم تربیه نادرست والدین. متاسفانه زمانی بود که والدان یک عهده‌داری، یک وظیفه خاص نسبت فرزندان خودشان داشتند و فرزندان خودشان را در تربیه درست با تعلیمات درست به وایه می رساندند. اما امروز متاسفانه در کشورهای ما و شما یا کشورهایی که به نام خود را دنیوی و دموکراتی می گیرند، بعضی قانونها را به تصویب رساندگی‌اند که پیش راه پدر و مادر را در تربیه نورس می گیرند. انشاءالله این را شرح می دهیم که چگونه. و وقتی که نورس، کودک تربیه درست پدر و مادر را نمی بیند، این سبب می شود که با اندکترین کار یا با اندکترین حادثه که بر سر او میآید رفته چیکار میکند؟ خودکشی میکند. یعنی در این کار والدان هم گناهگارند، زیرا فرزندان خود را تربیه درست نمیدهند، اخلاق درست با اونها آموزش و تعلیم نمیدهند، که متاسفانه سالهای اخیر ما این را میبینیم.
سالهای گذشته تقریبا شما تصور کنید که 20 سال پیش 30 سال پیش آمار یا تعدادی کسانی که به خودکشی دست میزدن خیلی کم بود. اصلا در بین اونها نابالغ دیده نمیشید که دست به خودکشی بزنن، زیرا جامعه دیگر بود. والدان وظیفه خود را نسبت نورسان و کودکانشان بیشتر انجام میدادند. اما امروز یک حالت شدگی است که خیلی جامعه دیگرگون شده است و پدر و مادرم از تربیه فرزند و نورسان خودشان دور شدند یا دست کشیدند یا متاسفانه اونها را از تربیه نورسان خودشان دور کردند. خب دور کردند دیگه خودتان میفهمین که چگونه دور کردند. دیگه سببی که این مخصوص برای نورسا است که دست به خودکشی میزنند، این بی‌پرستار بودن نابالغان است. ما و شما میدونیم برادران عزیز که بیش از 1 میلیون جوانمرد تاجیک یا بهترین یا بزرگترین قوه کاری تاجیک در مهاجرت و در هجرت هستند. وقتی که پدر در هجرت است، این کودک رو کی تربیه میکند؟ مادر بیچاره رفته کار کند، لقمه زندگی این فرزند رو پیدا کند یا به تعلیم و تربیه فرزند مشغول شود. البته سهم پدر در تعلیم و تربیه فرزند خیلی زیاد است که حالت مشکل امروزه تاجیکستان سبب شدگی است که اکثر پدرها رخت هجرت ببندند، به خاطر یک پول ناچیز یافته یا به روسیه یا به دیگر کشورها هجرت میکنند و این سبب میشود که نورسان کودکان خود را تنها حس میکنند، تربیه پدر نیست، سیاست پدر نیست و این سبب میشود که با اندکترین کار با نادیگر فهمیه که بین یکدیگر انجام میدهند رفته به این کاری بعد به کار خودکشی دست میزنند. سبب سوم که خیلی مهم است، بی‌پروایی حکومت عاید این مسئله. خیلی جای تاسف است، این را از نگاه نصیحت میگم حکومتداران محترم، عاید این پدیده نامطلوب اون وظیفه که به دوش شماست متاسفانه انجام نمیدین. حکومت نسبت این پدیده نامطلوب، نسبت این خودکشی که امروز در بین نابالغان و در بین جامعه اوج میابد و روز به روز زیاد میشود، وظیفه خودش را انجام نمیدهد. اون چیزی که باید انجام بدهد انجام نمیدهد. متاسفانه ما کمیته زنها داریم. کمیته زنها مسئولیت خودش را فقط برای چند تا رومال زن را از سرش گرفتن دانسته است، نه اینه که برود با زنها کار کند. اون زنهایی که بیوه‌اند، زنهایی که جای کار ندارند، زنهایی که شوهراشان از با آنها فهماندگی بدهند یا زنهایی که میخواهند دست به خودکشی بزنند، برای اونها یک شرایطی را مهیا کنند که از این کار دست بزنند. نه این کار کمیته زنها این نیست که برای من با در بازار و در دیگر جا تبلیغ ببرند که تو حجاب نبند و دیگر، که متاسفانه امروز همین گونه شده است. ما کمیته کار با جوانها و دیگرها داریم. کار اینها رفته جوانها را با گفت خودشان تبلیغ میکنن که بر راههای بد نریم، بر راههای دیگر نریم. یک بار نمیبینیم که در تلویزیون باشد، در رادیو باشد یا برنامه‌های ترتیب تنظیم بدهند که جوانها از خودکشی و از این کار بد دست بکشند. یا کمیته کار با مهاجرین یا دیگر که اگر این کمیته ها باشد، بجای اونه که با کاری لازمی، با کاری مهمتر که پیش راه این گونه کارها را بگیرند و انجام بدهند، برای خودشون یک وظیفه های را گذاشتگیند که اصلا احتیاج به این ندارد. از همین خاطر حکومت در این کار خیلی خنک نظری میکند. خیلی خوب میشود که چند پلیس را ما دیدیم در وحدت که یک نورس را از خودکشی نجات قدردانی کردین. این گونه کارها را زیاد کنین، برنامه ها تشکیل کنین، تلویزیون، کانال های تلویزیونی در اختیار شما است، برنامه ها ترتیب بدهید، تنظیم کنید، علمای دین را دعوت کنین آمدن نشسته و برای خودکشی نکردن و
از نگاه روحی و خود دیگر برنامه هایی که سبب شود که مردم از این کاری بد یا جوانای ما و شما، نورسای ما و شما از این کاری بد دست بکشند. خب چهارم، فشارهای روانی از طرف جامعه و خانواده ها. متاسفانه در جامعه ما و شما همین است که یک کار یک آدم یک گناهی را کرد، چنان بالای او فشار میارن، چنان او را تحقیر میکنن. حتی متاسفانه بعضی شبکه ها امروز به خاطر که خواننده اونها زیاد شوند، بعضی نوارهای فحش را نشر میکنن که البته این کاری درست نیست. خب درست که دیگر اون یک شهروندی تاجیکستان، یک انسان است که به کار فحش دست زد، کار او خطا است. بدتر و خطاتر از تو این است که تو کار او را ثبت کنی و در یک شبکه خبری پخش نشرش کنی که هزارها نفر او را تماشا کنند و اون زن یا مرد مجبور شوند که به واسطه این کار رفته به خودکشی کنند. این معنای او را ندارد که خدای نخواسته ما کاری نامطلوبی اونها را پشتیبانی میکنیم. خب قانونهای نادرستند و الا اگر قانونها درست باشند، قانونهای گذاشته شود که پیش راه این فحش و فاحشگی را بگیرد، البته مردم ما و شما دست نمیزند. متاسفانه بعضی قانونهای هست که اونها را کمک میکند به انجام دادن این کارهای نامطلوب. اما به هر حال وقتی دیدیم که یک آدم گناهگار، خطاکار، یک آدمی که به کار بد و نامطلوب و خیلی پلید رفته است، دیگر معنی ندارد که بالای اون آدم اینقدر فشار بیاریم، تحقیر کنیم یا ضبط ویدئویی کنیم، در اخبار نشر کنیم، اخبار به معنای وسایل اخبار عامه، که این یک سبب شود که دیگه او بیچاره همون قدر فشار روانی به خودش حس کند و رفته به خودکشی دست بزند. نه، اسلام آدم گناهگار را میگن نصیحتش که، تربیتش که تا که از کار بدش دست بکشد. اسلام این را از ما و شما میخواهد و باید این را تبلیغ کنیم. خلاصه این فشارهای روانی هم در داخل عائله است، هم در جامعه ما و شما، که راه درست‌تر این است که آدم گناهگار را ما دیدیم باید اصلاحش کنیم، به راه درست او را چیکار کنیم؟ آورده برسانیم. نه اینکه او را در راه گناهش باقی بمانیم و بعد هر گپی که از دهنمون میآید بگیم و بدتر سبب شود که او رفته به کاری باز بدتر دست بزند، که متاسفانه بعض این حالت‌ها را ما در جامعه میبینیم یا میخوانیم. پنجم، مشکلات اجتماعی و اقتصادی. خب دیگه تاجیکستان ما و شما در یک بنبست اقتصادی گرفتار است، مشکلات اجتماعی در اونجا خیلی رو زده است، نادیگر فهمی است. خب 101 مشکلات امروز در تاجیکستان هست، صدها مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، خب دیگه مشکلات روانی، صدها یک مشکلاتی هست که دیگر بعضی مردم را یا بعضی اون آدمایی که با این مشکلات گرفتار شده است مجبورشون میکنند که اونها چیکار کنند؟ به خودکشی دست بزنند. خب جای کار نیست، معاش خوب نیست، پنسیه خوب ندارد، خب پدر و مادرش در مهاجرت است، بیچاره میرود سالهای طولانی در روسیه کار میکند، معاش کارش رو نمیدهند، فریبش میکنند. باز وقتی که به کشور برمیگردد و جنجال عائلوی رو میبیند، مشکلات عائلوی رو میبیند، مبلغ نیست، پول نیست، جای کار نیست، بیچاره دیگه از جان خودش سیر میشود، مثل همین رستم بعد خودش را آورده از 12 هم آشیانه به زمین میپرتاید. خب این مشکلات هست که متاسفانه در تاجیکستان ما و شما هست. یک مسئله است در کشورهای اروپا و امریکا هم که پیشرفته ترین کشورهای دنیا است، خودکشی هست. اما در تاجیکستانی که اقتصادی ضعیف دارد، جای کار نیست و دیگر مشکلات اقتصادی، خودکشی هست. میدونین سببش در چی است؟ فرق بین کسانی که در تاجیکستان خودکشی میکنند از کسانی که در اروپا و امریکا خودکشی میکنند میدونین در چی است؟ در اروپا تا معلوماتی که من دسترس کردگیم، اکثر کسانی که به خودکشی دست میزنند از سری و پوری و از نداشتن معنویات است. معنویات به این معنی که از درشیدن، سبب درشیدنشان از دین است، یعنی که از دین دور شدن
و الا تمام دارایی و امکانات شرایط زندگیشان مهیاست. اما معنویات کی نیست، دین کی نیست، اونها با اندکترین حالت میروند به خودکشی دست میزنند. اما در تاجیکستان ما و شما مسئله فرق میکند. اکثر کسانی که به خودکشی دست میزنند از زندگی ناچار و نادارند، بیچاره از زندگیشان سیر میشوند، مجبور میشوند که بعد به خودکشی دست میزنند. حتی یک بگیم رنگ ماده‌واری در بین تاجیکستان امروزا پیدا شده است که دیگه زن نمیرود تنها خودکشی کنه، حتی عادت شده است که دیگه یک کودک و دو کودک و سه کودکشان برده چی خودشان را به دایره علنگه میکنند و دیگه عائلوی خودکشی شده است. خب مقام داره کمیته زنها، کمیته دین، اداره مفتیات، از اونه که به کارهای ناچیز خودتان را مشغول میکنین کمیته ها تشکیل کنین، نه برای این که فطر روزه مردم را جمع کنن. کمیته ها تشکیل کنین، بروند با مردم صحبت کنن، با عائله ها صحبت کنن، با آموزن که سبب چی است که شما میرین خودکشی میکنین، سبب چی است که مادر تاجیک عائلوی میرود خودکشی میکند با اون کودک جگربند خودش را که خیلی فکر کن که اون مادر خیلی در یک حالتی وخیم و وزبین و شدید قرار دارد که دیگه همون قدر مجبور شده است که کودک خودش را برده چیکار کند، به خودکشی دست بزنند یا جویا. اینها را این کمیته ها بروند و کمیته ها تشکیل کنند و با آموزن فکر میکنیم که خیلی خوبتر و اولاتر و بهتر است. خب دیگر سبب از همه اساسی این ضعف معنویات است. از اخلاق اسلامی دور شدن، از دین اسلام دور شدن. متاسفانه راهی علما و روحانی ها را گرفتگیم که برای مردم این تعلیمات بتن، این تبلیغات بتن. زمانی بود که علمای روحانی یا که روحانی ها بالای منبر بدن پیش از سال 2011 ببینن خیلی آمار خودکشی کم بود، اما وقتی که پیش راه اینها گرفته شد، منبرهای حق‌گوها و علمای حقانی بسته شد، دیگر مردم از این معنویات و از این اخلاق اسلامی و از اینها دور شدن. دیگه وقتی که مغز سر آدم خالی شد از خدا و دین و اخلاق که دور شد، دیگه به هر یک کار میرود و دست میزند. پس بیاین از نگاه اسلام خودکشی چیست؟ مختصرا دین اسلام خودکشی را شدیداً محکوم میکند و او را حرام میداند و یکی از گناههای کبیره میشمارد. خودکشی در اسلام گناه کبیره است، نباید آدم به او دست بزند. خداوند متعال در آیت قرآن کریم شان میفرماید ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. به خودکشی دست نزنید، خداوند با شما رحم دل است. و من یفعل ذلك عدوانا فسوف نصلیه نارا. اگر کسی که به خودکشی دست بزند عاقبت او چی است؟ آتش دوزخ است. در دیگر آیت خداوند متعال میفرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر کسی که یک نفس را به قتل برساند یا که نفس خودش را بکشد، فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی که مثل که تمام مردم را کشته است. پس این معنای او را دارد که خودکشی بسیار گناه بزرگ و کبیره هست که خداوند متعال از هیچ کار میکند منع میکند. در حدیث هم است که پیامبر علیه السلام میفرماید الذی یخنق نفسه یخنقها فی النار والذی یطعنها فی النار. کسی که خودکشی میکند یعنی که با واسطه غصه کردن خودش را میکشد، یک عمر در روز قیامت این عذاب را دوچار می شود. و کسی که با کارد زدن خودش را می کشد، یک عمر چی در روز قیامت با عذاب کارد زدن خودش را چی عذاب می دهد. یا کسی که با غرق کردن در دایره کردن خودش را غرق میکند و خودکشی میکند، در روز قیامت یکی از عذاباش این است که همیشه چی عذاب غرق شدن را حس میکند و با همین عذاب میکشد. خب در این حدیث های زیاد هم هست و ما حدیث داریم که یکی از نفرها شخصی که پیامبر علیه السلام میفرماید که وقتی که در یک جنگ و نبرد بود زخمی شد و خودش مجبور شد خودش را کشت، پیامبر علیه السلام فرمود که او در آتش دوزخ است. حتی پیامبر علیه السلام در حدیث میفرماید اکبر الکبائر، در جمله
سه تا از بزرگترین گناه های کبیره پیامبر علیه السلام ذکر میکند که الاشراک بالله و قتل نفس و کشتن نفس از جمله بزرگترین گناه های کبیره است. خب راه حل این را اسلام چگونه بیان میکند؟ پیامبر علیه السلام در حدیث میفرماید که ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة یشاکها الا کفر الله بها من خطایا. پیامبر علیه السلام میفرماید که هر مسلمانی که دچار خستگی یا دچار بیماری می شود، دچار نگرانی می شود یا دچار ناراحتی می شود، دچار گرفتاری می شود یا دچار غم و اندوه می شود یا دچار ناامیدی می شود، میگه در همه این حالت ها حتی میگه یا این که خدای نخواسته حتی میگه یک خار به پای او بخلد، اگر همه این را از خدا ببیند و شکرگزاری کند، خداوند او را چیکار میکند؟ با هر یک این مشکلاتی که دیدگی است خداوند یک گناه او را چیکار میکند؟ میبخشد و درجه اون را در روز قیامت در بهشت بالا میگذارد. پس برادران عزیز، این آیات و احادیث بیشمار داریم که پیامبر علیه السلام و خداوند متعال ما و شما را از خودکشی منع میکند. خب از خداوند متعال دعا داریم که این صحبت ها به مردم ما و شما به جاهای داخلدار برسد و یک سبب شود برنامه ها و صحبت های دیگر برادران داشته باشند تا بتانیم پیش راه این پدیده نامطلوب، این کار زشت را در جامعه خودمان بگیریم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.